سلام دوستان، وقتتون بخیر. من پریسا تشکری هستم و شما به پادکست آوای روشن گوش میکنید. اینجا ما قصه میگیم. قصه های من، قصه های شما، قصه های روز به روز زندگی، قصه آدم های معمولی توی زندگی های معمولی. نمیدونیم چه داستان های نابی در حافظه و دل آدم های کوی و برزن هست. این قصه ها رو گاهی میذاریم توی آسمون زندگیمون، گاهی توی هزار پستو قایم میکنیم، گاهی مهر سرنوشت میکنیم و میزنیم روی پیشونیمون. در آوای روشن ما این قصه ها رو دوباره مینویسیم، میاریمشون روی پرده و بهشون نور میتابونیم. امید که انعکاس این نور دل و جان شما رو با لذت و آگاهی روشن کنه. با عرض ادب و احترام خدمت شما همراهان و یاران عزیز، 5مین اپیزود آوای روشن که قسمت دوم داستان تلاوش رو تقدیم حضورتون میکنه میآغازیم. در قسمت قبل ما وارد دنیای تلاوش شدیم. دختری شاداب، ورزشکار، درسخوان، پر انرژی، زیبا و سرشار از عشق به زندگی رو در 16 سالگیش ملاقات کردیم. در این قسمت میخوایم دنباله قصه رو بشنویم که چطور او رو از دنیای معصوم نوجوانیش بر میداره و به جایی کاملا متفاوت پرتاب میکنه. دنیای تلاوش در قسمت دوم زیر و رو میشه. اگر قسمت اول رو گوش نکردین حتما اپیزود 4 رو قبل از شنیدن این قسمت گوش کنین. بیش از این منتظرتون نمیگذارم، با هم بریم و بقیه قصه تلاوش رو بشنویم. تلاوش قسمت دوم. در آن اولین جمعه تابستان دفتر زندگی تلاوش ورق خورد. در دنیای معصوم 16 سالگیش صفحات جدیدی که دیگر سبز و آبی نبودند باز شدند و قلمش دیگر رنگی ننوشت. هوای گرم تیر ماه با صدای خنده و جیغ و شادی بچه‌ها در استخر یک روز لذت بخش را طرح می‌زد. آقا جون عاشق این بود که دور استخر بچه‌ها رو دنبال کند و بیاندازدشان داخل آب. آن روز تلاوش نمی‌توانست شنا کند. بیشتر روز را یا روی تابی که به شاخه درشت نارون بسته بودند تاب خورد یا با میرزا سیب از پای درخت‌ها جمع کرد. همه روز در حیاط بود. عصر شد. بچه‌ها کم کم از آب بیرون آمدند. تلاوش برای رساندن حوله و خوش کردن بچه‌ها به کمک مادر آمد. آقا جون مدتی بود که از آب بیرون آمده بود و لباس عوض کرده بود. مدتی هم بود که داشت تلاوش را نگاه می‌کرد. تلاوش متوجه شده بود. حس کرد که آقا جون می‌خواهد چیزی بگوید. وقتی که مادر، خواهر و برادرها را با خود به داخل برد، آقا جون صدایش کرد. نگاهش جدی‌تر شد. کمی صاف نشست و با لحنی نرم گفت دخترم میخوام باهات صحبت کنم. تلاوش گفت بگین آقا جون. آقای ظهیری تو رو خواستگاری کرده. تلاوش که این را میدانست زمین را نگاه کرد و سرش را به آرامی تکان داد. آقا جون ادامه داد. من مدتیه دارم در موردش تحقیق میکنم و مطمئن شدم که خواستگار مرد خوب و محترمیه. مدرک دانشگاهی داره، کار خوب داره و یک کارگاه بزرگ. تلاوش کمی گیج شده بود. مشخصات به آقای ظهیری نمیخورد. با کمی خجالت گفت آقا جون مگه آقای ظهیری غیر از شیمی درس دیگه هم خونده؟ آقا جون گفت آقای ظهیری تو رو برای برادرش خواستگاری کرده.
برای برادرش؟ بله، فردا شب برای شام دارن میان. گفتم بدونی. آقا جون، من فکر کردم خواستگار خود آقای ظهیری بوده. آقا جون با نگاه جدی گفت چطور؟ نکنه عاشق معلمت شدی؟ نگفته بودم سنگین رنگین باید باشی؟ نه عاشق نشدم ولی اینجوری فکر کردم. سکوت شد. کمی بعد از آقا جون پرسید اسمش چیه؟ چند سالشه؟ آقا جون اسمش رو گفت و گفت به اندازه کافی بزرگ هست که بتونه مرد زندگی باشه. طلاقش خیلی کسل شد. اصلا اونجوری نبود که فکر کرده بود. حتی اسم رو یادش نموند. ظهیری، یک ظهیری که آقای ظهیری معلمش نیست. گفت آقا جون مدرسه چی؟ مدرسه که هنوز میرم. آقا جون گفت ببین دخترم، دختر خوب مثل گل میمونه. عطرش همه جا میپیچه و وقتی یک خواهان خوب در خونه رو میزنه باید بره خونه شوهر و زندگیش رو شروع کنه. درس خوندن تا همینجا هم کافیه. اصل زندگیه. مادرت همین سن بود که زن من شد. الان نگاش کن چه خانومیه برای خودش. درس مهم نیست. تلاوش گیج بود. ظهیری. کدوم ظهیری؟ چه شکلی هست این آدم؟ آقا جون گفت دخترم نگران نباش، خوشحال باش. انشاءالله قسمت خوبیه. با مادر صحبت کن و آماده شو برای فردا شب. شام حاضر بود. مادر همه را صدا کرد. تلاوش اشتها نداشت. لقمه خورد و رفت اتاقش. بعد از جمع شدن سفره مادر آمد. آقا جون برای فردا بهت گفت چی میخوای بپوشی؟ تلاوش از اینکه مادرش مستقیم رفته بود سر لباس و هیچ حرفی راجع به خواستگار نزد دمق و دلخور بود. گفت مادر این ظهیری چطور آدمیه؟ شما دیدیش؟ مادر گفت فردا میاد و میبینیمش. پدر همه تحقیقها رو کرده که اجازه داده بیاد. با برادر و خواهرش میاد. بزرگتر برادر و خواهرشه. پدر و مادرشون زود رحمت خدا رفتن. تلاوش پرسید چند سالشه مگه؟ مادر گفت جا افتاده است 30 سال اینا. تلاوش تصویری از این عدد نداشت ولی مرد 17 سال از او بزرگتر بود، یعنی 2 برابر او سن داشت. مثل همیشه نفهمید که مادر چه فکری میکرد. تلاوش به یاد نداشت که مادرش هیچ وقت حرفی خلاف نظر آقا جون زده باشد. تلاوش هم به این فکر عادت کرده بود که آقا جون هیچ وقت اشتباه نمی کند. شب خواستگاری رسید. تلاوش با مشورت مادر و مادر جون لباس سنگین رنگینی پوشید. در اتاقش منتظر ماند و از بالا نگاه میکرد تا مهمانها بیایند. آقای ظهیری با مردی نسبتا شبیه خودش که میشد بفهمی بزرگتر است و دختری که همسنهای تلاوش بود آمدند. طبق دستورات منتظر اعلام برای آوردن چای شد. در مدت انتظار صدای صحبت‌ها از مهمانخانه می آمد. صدای مردهای مهمان شبیه هم بود. خواهر کوچکتر ساکت بود. مادر هم همینطور. چای را که برد با آقای ظهیری نگاه کرد و سلام کرد. او هم با لبخند جواب داد. چای را برای آقا جون تعارف کرد. او بر نداشت و گفت اول برای مهمانها ببر. برای معلمش برد. او برداشت و تشکر کرد. بعد برای ظهیری خواستگار. نگاهی رد و بدل کردند. هیچ چیز در آن نگاه ندید. نه علاقه نه اشتیاق. برای خواهرشان که برد لبخند و سلامی گرفت و اتصال برقرار شد. همان کنار او هم نشست. آقای ظهیری گفت تلاوش خانم، خواهرم ستاره همسن شماست. من به او هم شیمی درس میدهم. همه خندیدند. ظهیری خواستگار هم لبخندهایی زد. ظهیری زیاد حرف نزد. بیشتر آقا جون و آقای ظهیری صحبت کردند. به نظر تلاوش یک چیزی در مورد خواستگار درست نبود. از او خوشش نیامد.
کمی بعد مادر اشاره کرد که اتاق را ترک کند. آمد بیرون و رفت و اتاقش. ساعتی بیشتر ماندند. تلاوش ظهیری را نمیخواست. به حرفایشان گوش نمیکرد. منتظر بود تا بروند و به مادر بگوید. بعد از رفتنشان تلاوش را صدا کردند. رفت به مهمانخانه. مادر و آقا جون آنجا بودند. مادر جون هم آمد. قبل از اینکه تلاوش بگوید من خوشم نیامد، آقا جون گفت دخترم مبارکت باشد. همه چیز مرتب است. برای 2 هفته بعد قرار نامزدی گذاشتیم. صدای تلاوش در گلو خفه شد. آقا جون چرا؟ آخه من ازش خوشم نیومد. آقا جون صداشو بلند کرد و گفت یعنی چی خوشم نیومد؟ از چیش خوشت نیومد؟ شکلش زشته؟ تحصیلاتش 2 تا لیسانس کمه؟ کارگاه از خودش داره؟ کار اداری داره بده؟ خانواده‌اش اشکالی داره؟ همه رو من اول پرسیدم که اجازه دادم پا تو خونه ما بگذارن. تلاوش خواست دوباره بگوید که خوشش نیامده که آقا جون گفت ببین اگه فکر کنی که من تو رو به یکی از اون ژیگولوهای سر پل تجریش بدم اشتباه میکنی. اونا اهل زندگی نیستن. مرد باید جا افتاده باشه و سرد و گرم چشیده باشه. اهل زندگی باشه. این خواستگار هست. هرچی هم دختر زودتر به خونه شوهر بره بهتره. طلبش فکر کرد آیا داره شهریار رو میگه ژیگولو؟ شهریار. یاد اون نگاه‌های طولانی دم مدرسه افتاد. و نامه‌ای که برایش نوشته بود. شهریار گفته بود تا آخر دبیرستان برایش صبر میکنه. پرسید مدرسم چی میشه؟ آقا جون گفت ازدواج که کردی مدرسه رفتن تصمیمیه که با شوهرت باید بگیری. طلبش دنبال آقا جون رفت و همه شجاعتش رو جمع کرد و گفت همه اینها درست ولی اگه اخلاقش بد بود چی؟ آقا جون گفت بعد از نامزدی چند بار رفت و آمد میکنیم. اگر چیزی بود متوجه میشیم. دیگه حرفی برای گفتن نبود. کسی روی حرف آقا جون حرف نمیزد. در رفت آمدهایی که آقا جون حرفش را زده بود هیچ اتفاق عجیبی نیفتاد. ظهیری مؤدب می آمد. همه می نشستند. با تلاوش تقریبا اصلا حرف نزد. اگر هم با هم تنها می ماندند ظهیری هیچ نمی گفت. فقط نگاهی به تلاوش می کرد. حالش را نمی پرسید. از مدرسه نمی پرسید. از ورزش نمی پرسید. از کتابی که می خواند نمی پرسید. تلاوش نمی دانست با این مرد چه بگوید. اصلا چه باید بکند. او گویی همه چیز را می دانست. عقل کل بود و هیچ کس را قبول نداشت. همه چیز داشت غیر از زن. صاحب زن هم اگر می شد کامل شده بود و او تلاوش را خواسته بود. تلاوش جرأت نمی کرد با آقا جون صحبت کند ولی به مادر و مادر جون چند بار گفت که این آدم یه جوریه. انگار خشنه، بد اخلاقه، حرف خودشه. دیدین اونجا که آقا جون راجع به شاهنشاه گفت چطوری جواب داد؟ دیدین چای رو چجوری سر کشید؟ دیدین غذا رو چطوری توی بشقاب کشید؟ از نگاه تلاوش همه چیز در مورد ظهیری غلط بود ولی هیچ کس چیزی نادرست در این شخص نمیدید. مادر و مادر جون فقط میگفتن درست میشه. بیخود حساس شدی. برین سر زندگیتون همه چی درست میشه. الان تو خونه ما معذبه. مردم همه همینطورن. سر خودشون معطلن. تلاوش گاهی آرزو میکرد که تابستان نبود و وقت مدرسه بود تا از همکلاسی‌های شیطون کلاس مشورت میگرفت. بعضی از اون دخترها خیلی چیزها میدانستن. ولی تابستان بود و تلاوش در خانواده‌ای محصور بود که در تب و تاب آماده شدن برای عروسی بودند. تیر و مرداد آن سال در خانه‌شان جشن و شادی بود. جشن نامزدی شد و حلقه به دست کردند. جشن عقد کنان بود با گروه نزدیکی از خانواده‌ها. با اجازه پدرش و شاید بهتر بتوان گفت با دستور پدرش بله گفت تا به عقد و ازدواج ظهیری در بیاید. جهیزیه خریدند، لباس عروس سوختند، هدیه‌ها ساختند.
انگار تلاوش محموله‌ای بود که باید هرچه سریعتر ترخیص میشد. میوه‌ای بود که باید از درخت چیده شود وگرنه میگندد. تلاوش راهی جز پذیرفتن این همه نداشت. همه خبر شدند. فامیل دور و نزدیک. تلاوش دارد عروس می شود. وای چه عالی. چه وقت سبکی. بس که این دختر خوب است. چه زود خانه بخت دارد می رود. چه خواستگاری قد بلند پولدار تحصیل کرده و خانواده دار. همه چیز تمام. بله ظاهری در مشخصات همه چیز تمام بود. همه به تلاوش غبطه می خوردن. تلاوش از زنانگی فقط سیکل ماهیانه را می دانست. وقتی اولین خونریزیش را به مادر گفت سیلی محکمی بر گونه‌اش نشاند و اشک بر چشمانش. مادر زد و رفت و مادرجان گفت این رسم است که گونه‌ات همیشه سرخ بماند. تلاوش یک دختر بود. زن بودن را نمی شناخت و اصلا نمی خواست زن بشود. هیچ کس در دنیای او این را نمی فهمید و نمی شنید. حتی خودش هم این صدای درون را نمی توانست بلند و به کلمه تبدیل کند. کفر بود. اینطور فهمیده بود که زن بودن را در خانه شوهر یاد می گیرد. معمایی بود که آنجا حل می شد. از شوخی ها و پچ های دختران مدرسه چیزهایی می دانست. ولی آن چیزها هیچ وقت ربطی به تلاوش نداشتند. انگار مربوط به زن و مردانی از دنیای دیگر بودند. وقتی همه شجاعتش رو جمع کرد و از مادرش پرسید که عروسی کردم بعدش چه کار باید بکنم؟ مادر سرخ شد و جوری که انگار حرف بدی زده گفت شوهرت مرد با تجربه است. همه چیز را می داند. هیچ به او نگفت. از مادر جون هم که خجالت کشید چیزی بپرسد. شبی در اواخر شهریور همان سال پس از جشن عروسی مفصل در خانه‌شان تلاوش با باغ چراغانی شده خداحافظی کرد. آقا جون دست تلاوش را در دست ظهیری گذاشت. به تلاوش گفت از امروز به بعد خانه تو خانه همسرت است. و به ظهیری گفت دخترم را به دست تو می سپارم. مراقبش باش. آنها را تا دم ماشین بنز توسی رنگ ظهیری که با بی‌سلیقگی با میخک‌های قرمز تزیین شده بود بدرقه کردند. ماشین عروس در رویاهای تلاوش فلکس آبی بود با گلهای صورتی که به دور فرمان صورتیش می‌خوردند. تلاوش دیگر هیچ وقت آن فلکس آبی را ندید. رنگ آبی و صورتی در زندگیش جایشان را به توسی دادند. تلاوش گیج بود. چشمهایش را بست و خودش را سپرد به راه تا با خود ببردش. سکوت بود. سکوتی از نوع خفقان. حس مشخصی نداشت. انگار از اعماق یک دریای تاریک و سنگین به آرامی بالا می آمد. کم کم سنگینی نفسهایش را حس کرد. پلکایش سنگین بودند. چشمهایش را نمی توانست باز کند. گویی 10 وزنه آویخته داشت که نمی گذاشتند از سیاهی بیرون بیاید. آن بالاها نوری کمسو بود. بالاتر رفت. صداهای مبهم و در هم بر هم. شاید مرده بود. ولی نه. صدای قلبش را می شنید. تنش را هم حس می کرد. اما به فرمانش نبود. تلاوش در نقطه‌ای بین خواب و بیداری گیر کرده بود. جایی ترسناک و ناآشنا. بعد از مدتی همه چیز واضح‌تر و نورها روشن‌تر شدند. بوی خاصی می آمد. به مغزش فشار آورد که بفهمد چیست. بوی بیمارستان بود. خاطرات شروع کردند به هجوم آوردن. عقد، عروسی،
هجله، تاریکی، مرد. تکه تکه و بی ربط آمدن. چه شده بود؟ چرا اینجایی؟ تیر درد که شلیک شد زنانگی فریاد زد و همه چیز برایش واضح شد. همیشه همین درد است که تو را به واقعیت می کشاند. پلکایش را باز کرد و با چشمان نیمه باز سایه هایی را دید. صداها واضح تر شدند. کسی به آرامی روی دستش می زد و می گفت تلاوش خانم، تلاوش خانم. چشمانش را باز کرد. صورت ناآشنای پرستار را کنار چهره مضطرب مادر دید. پرستار گفت به هوش آمده، خدا را شکر. میتونیم پیشش باشین. دکتر هم کمی بعد میاد. تلاوش به مادرش نگاه میکرد. دلش میخواست مادر چیزی بگوید، توضیح بدهد، حرفی بزند، مرد را سیلی بزند. تلاوش رو بردارد و برگرداند به خانه خودش. مادر اینها را نگفت. با چشمانی خیس که معلوم بود گریه کرده، محکم دستش را در دست گرفت و صورتش را بوسید. گفت شوهرت بیرون است. الان می آید. تلاوش چشمانش را بست. نمیخواست او را به یاد بیاورد. نمیخواست زهیری را ببیند. به صدای دکتر چشمش را باز کرد. حرفایش را وقتی به سرعت به اتاق عمل می بردندش به یاد آورد. دکتر به مرد گفت تو با این دختر چه کار کرده ای؟ یک حیوان هم چنین نمی کند. دکتر که آمد خواهش کرد که همه از اتاق بیرون بروند. گفت دخترم باید معاینه کنم. تلاوش با وجود آنکه خجالت می‌کشید احساس امنیت می‌کرد. معاینه که تمام شد دکتر گفت همه چیز خوب است. مدتی طول می‌کشد و باید خودت از بدنت مراقبت کنی تا بقیه‌ها جوش بخورند. نگران نباش. قدرت ترمیم در بدن ما باور کردنی نیست. بدن خانم‌ها به مراتب بیشتر. تلاوش به سختی پرسید آقای دکتر چرا اینطور شد؟ دکتر سکوتی کرد و گفت گاهی اینطور می شود. درست می شود. نگران نباش. بعد گفت باید با شوهرت هم صحبت کنم. در را باز کرد و زهیری را صدا کرد. سعی می کرد به زهیری نگاه نکند. خشم را هنوز می شد در او ببینی. دکتر به زهیری گفت این دختر زمان احتیاج دارد تا مداوا شود. 10 روز به او نزدیک نمی شوی و او باید به خانه پدرش برگردد. اگر بار دیگر به این شکل بیمارستان بیاید خودم از تو شکایت خواهم کرد. زهیری سرخ شد. حالتی که از آن پس تلاوش خیلی زیاد دید. او مردی عصبی و زودجوش بود. به سختی خودش را کنترل کرد. تلاوش دست زهیری را دید که مشت شد ولی حرکت نکرد. چقدر بعدها آن دست را به همان وضع دید که بالا رفت و پایین فرود آمد. دکتر از در بیرون رفت و تلاوش صدای آقا جون را شنید که گفت چشم آقای دکتر، دخترم را به خانه میبریم تا دوره درمانش تمام بشود. مادر و پرستار کمکش کردند تا حاضر شد. به آرامی باید راه میرفت. زهیری با آقا جون داشت صحبت میکرد و هم نگاه نمیکردند، چشم به زمین داشتند. چرا آقا جون زهیری را نمیزد؟ چرا نمیگفت حق نداری دیگه به دخترم دست بزنی؟ تلاوش شنید که آقا جون گفت این مدت خانه ما نیایید. خودم وقتی حال تلاوش خوب شد میآورمش. چرا آقا جون میخواست برگرداندش؟ در راه کسی حرف نزد. چقدر این سکوت سنگین بود. به خانه رسیدند. میرزا در را برایشان باز کرد. خدا را شکر، خدا را شکر طلا خانم برگشتند. مادر جون اسپند دود کرده بود و دور سرش میچرخاند. چشم حسود کور باشه به عروس قشنگم. در آغوشش کشید و درست آنجا که بغض تلاوش ترکید و میخواست بگوید که دیگر نمیخواهد و نمیتواند به خانه زهیری برگردد، مادر گفت که فقط چند روزی احتیاج دارد استراحت کند تا حالش خوب شود و بعد به خانه خودش برگردد. به خانه اش. پس اینجا دیگر خانه اش نبود. اتاق و تختش را مرتب کرده بودند. یک شب فقط روی این تخت نخوابیده بود و چقدر دنیایش عوض شده بود. تلاوش از پنجره کنار تختش به آسمان پرستاره نگاه کرد. او زود اشک نبود. میخواست فریاد بزند.
بلندترین فریاد دنیا را بکشد و دختری را که بود صدا کند. چه طلسمی نمی‌گذاشت کسی فریاد او را بشنود که می‌گوید زن بودن را نخواسته است. او نمی‌خواست زن بشود. تلاوش درمانده بود. 2 هفته‌ای در خانه خودشان ماند. وسایل عروسی همه جمع شد و خانه به فرم قبل برگشت. مطابق معمول. ظهیری همانطور که آقا جون گفته بود نیامد. بدن جوان تلاوش به سرعت ترمیم میشد، ولی جان و دلش نه. بر تلاوش فاجعه‌ای رخ داده بود. چرا کسی از این چیزی نمی گفت؟ احساس میکرد چیزی از جانش، از روحش کنده شده، دزدیده شده. زن بودن آیا این بود؟ چی اشتباه شد که اینطور شد؟ چه کاری باید میکرد که نکرد؟ او که بله گفت و مطیع بود و عروس شد و به خانه شوهر رفت. پس چرا اینطور ویران برگشت؟ ویرانی که انگار خودش مسئولش بود. تلاوش نمیفهمید چه بلایی سرش آمده. آن دختری که هفته پیش در این خانه زندگی میکرد کجا رفت؟ او به خانه دیگری نرفت. او انگار جایی در راه گم شد. تلاوش در نگاه مادرش، با نگاه مادرش خجالت میکشید. پچ‌پچ‌های مادر و مادرجون را حس میکرد، ولی حتی آن کنجکاوی قلب را هم نداشت که گوش تیز کند. میدانست که این روزها زود میگذرند و باید برگردد به همان خانه که در آنجا یک بار مرد. شبی بالاخره فرصتی شد که با مادرجون حرف بزند. با حق‌حق‌ها برای او گفت که در آن شب چه گذشت. هرچه را که به یاد می آورد گفت. مادرجون با قلبی که خودش داشت پاره می شد گوش کرد. نوازشش کرد و برایش آرام آرام گفت که چه باید می کرد تا کار به بیمارستان نکشد. چرا قبلا کسی هیچ نگفته بود؟ مگر مادر نگفت شوهرت می داند؟ زیبایی کجا بود؟ لذت کجا بود؟ این همان بود که دختران مدرسه در گوش هم می گفتند و می خندیدند. به چه می خندیدند؟ کجایش خنده دار بود؟ مادرجون برایش تمکین را تعریف کرد. وقتهای زیادی را در باغ گذراند، ولی استخر و تاب خوردن دیگر انگار به او تعلق نداشتند. سرخوشی را می طلبید که در تلاوش نبود. میرزا در باغ بود، همانطور آرام و مهربان. می رفت و می نشست کنار او. دلش می خواست با میرزا درد و دل کند و از مرگ بگوید. 2 ماه قبل کسی اگر در خیابان مزاحمش می شد به میرزا می گفت و او مزاحم را دنبال می کرد و می گفت اگر یک بار دیگر دور و بر خانه ما بگردی حقت را کف دستت می گذارم. ولی تلاوش این بار نمی توانست ناله کند. آنکه مجروحش کرده بود شوهر نام داشت. اسمش برو بود. آبرو می رفت. وقتی میرزا با او از آماده کردن باغ برای پاییز گفت تلاوش اشکش سرازیر شد که امسال به مدرسه نمی رود. میرزا فوری دستمال آورد و گفت طلا خانم گریه نکن، میدونیم که ما تحمل اشک شما رو نداریم. درست میشه دخترم، آدمیزاد خیلی قوی تر از اونیه که فکر میکنی. شما که رئیس تیم والیبال بودی همه اون کارهای سخت رو کردی، از پس زندگی برمیای، من مطمئنم. تلاوش خندش گرفت و گفت میرزا رئیس نه کاپیتان. میرزا گفت همون خانم کاپیتان والیبال. والیبال انگار متعلق به زندگی دیگری بود. تلاوش فهمیده بود که راهی جز برگشت به خانه ظهیری ندارد. تا چند روز پیش دختر خوب بودن وظیفه‌اش بود و امروز زن خوب بودن. در این راه تنها بود. روزی که آقا جون گفت خدا رو شکر حالت بهتر است و امشب شوهرت دنبالت میآید که بروی، تلاوش چیزی نگفت.
دیگر فرقی نمی کرد که آقا جون او را ببرد یا زهیری بیاید. آن شب خاکستری و دم کرده شهریور که زهیری با بنز توسی به دنبالش آمد و برای بار دوم او را به خانه خودش برد، تلاوش می دانست که کجا می رود و چه می شود. این 2 هفته تلاوش با خودش خیلی فکر کرده بود. او نمی دانست که با زندگی که در پیش رو داشت چه باید بکند. ولی می دانست که مرد را نمی خواهد. او با انزجار به خانه شوهرش برگشت. صحنه رفتن تلاوش به خانه زهیری صحنه غم‌انگیزیه و حسی که به من میده حس اسارته. تلاوش واقعا مثل یک اسیر که دستشو بستند و دارن به جایی میبرن که جای خودش نیست و نمیخواد و به راهی داره میره که انتخاب خودش نبوده، با دست بسته که کاری ازش بر نمیاد و نمیدونه واقعا چجوری میتونه خودش رو نجات بده، داره میره و این حس اسارت خیلی حس قویه توی این صحنه. به همین خاطر من غزل معروفی را از حزین لاهیجی انتخاب کردم برای خاتمه این اپیزود که البته اون هم غزل غمگینی هست و از قصه اسیری میگه. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. از آه دردناکی سازم خبر دلت را، روزی که کوه صبرم بر باد رفته باشد. رحم است بر اسیری که از گرد دام زلفت با 100 امیدواری ناشاد رفته باشد. شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد. آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله در خون نشسته باشم، چون باد رفته باشد. خونش به تیغ حسرت یارب حلال بادا، صیدی که از کمندت آزاد رفته باشد. پرشور از حزین است امروز کوه و صحرا، مجنون گذشته باشد، فرهاد رفته باشد. سپاسگزارم از همراهیتون تا اینجای داستان و امیدوارم با ما باشین تا در قسمت بعد همراه تلاوش به خانه زهیری بریم و بشنویم که قصه کاپیتان والیبالمون در اونجا چطور رقم میخوره. تا برنامه بعد تنتون سلامت، دلتون آروم و لبتون خندون.